هون گداریا رادیوریا تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیوریا تزه اندکارن ببین تور اینترنت بوی ناو نشانه مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمی سیزده تیرمه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وی هفته بکن روز چهارشنبه ده تیر 2019 درستاندن که تایبر دا پرانیا دنگن پارلمانتاران باوری بسرک وزیر هریم کردستانی مسعود بارزانی هات داین. درستاندن دا پرانیا دنگن پارلمانتاران که 88 دنگ بو باوری مسعود بارزانی هات دان و بو سرک وزیر هریم کردستانی. پشتر مسعود بارزانی نوین وزیر این کابینت نول پیش پارلمانتاران خواند که بری سیوین وانش پارلمانتاران را هات بونشاندن. پشتر سرک پارلمانت نوی قبات جلال طلبانی خسته بردگدانی و بدنگ هفته و سه پارلمانتاران و جگری سرک وزیر باوری به دان پشتاجی 21 وزیران باوری یا پارلمانت ورگرتن دبی بگوتن که کابینت نوی حکمت هریم کردستان دا جارا یکم سه جن دبن وزیر او یک دمکی دا یکوی جاری دو جن هر دو پوستین سرکاتیا پارلمانت کردستانی و سکرتاریات پارلمانت بریوات دبن ولی فرید که سرک پارلمانت کردستانی بو چوا وزیر هاتل بجارتن پشتی ورگرتن باوری پارلمانتاران ریورس مسعود خارون سرک وزیر مسعود بارزانی و جگری سرک وزیر قبات طلبانی و اندام پکاتای کابینت نها یا حکمت هریم کردستان بریوات شو سرک وزیر هریم کردستانی مسعود بارزانی یکم جوین خیاد گل کابینت حکمت دار خست سرک وزیر بارزانی داخوش وزیر حکمت کرخاش پارتی دور بگرن و تنت حضر خدمت کردن ولاتیان دابن پارلمان کردستان ده تیر 2019 باوری دا بو کابینت نهایی حکمت هریم کردستانی و پشتی صد خارون سرک وزیر و وزیران کابینت نو دست کار کرد مسعود بارزانی جوین یکم دا که تصویر که دوستانه دهات کردن داخوش وزیران کرد تنت حضر خدمت کردن ولاتیان دابن خوش پارتی دور بگرن و چرچوه کارنامه حکمت دا کار بکن یکمین جوین فرمی یا کابینت حکمت کردستان 15 می آنگو روز دوشنبه هفته‌یابه دارخستن چهارشنبه ده تیر ماه سرک هریم کردستان نیچیروان بارزانی بونا دستکار بونا مسرور بارزانی و که سرک وزیر هریم کردستان پیروز بایی لوی و کابینت نها یا حکمت هریم کردستان کرد پیم خود نیچیروان بارزانی کیف خاشی خوا نشان داید که مسرور بارزانی و که سرک وزیر نوی هریم کردستان دستکار کریه و راگیان دیه گل کردستانی و تا یه بریس و کابینت نها یا حکمت هریم کردستان پشتراز دکن که و که سرک هریم کردستان دب همو ازخوا پشتوانی و هفکاری سرکفتن و کاری و کابینت نهایی حکمت دکم سرک مسعود بارزانی جی پشتگیری خوش مسعود بارزانی کابینت نوی حکمت هریم کردستانی را گیاند سرک بارزانی توییت که دانویسی هیویا سرکفتنش مسعود بارزانی و سرک حکمت و کابینت نو را دخواستم و به تمامی پشتوانی سرک حکمت دکمش بود دابین کردن برجواندین خلق کردستانی سرکمر عراقی برهم سال پیروزبایی سرک وزیر نوی هریم کردستان مسعود بارزانی و جگری سرک وزیر قبات طلبانی کرد سرکمر عراقی برهم سال پیوندی که تلفنی دا پیروزبایی خواهی گرم پیشکشی سرک وزیر جگری سرک وزیر و توای کابینت نها یا کردستان کرد و هیویا سرکفتن جوان را خواست هر وا پشتوانی خوش کابینت نها یا هریم کردستانی را گیاند که بریا دستوری پسگری که دابر هریم کردستان حکومت فدرالی یا عراقی دا جار سر بکه کنسولخانه آمریکا یا هولیری پیامک پیروزباییش بو کابینت نها یا سرک وزیری مسعود بارزانی بلاف کرد او پشتوانی خوا آنیزمان دو اکاونت خواهی تویتر یا فرمی دا کنسولخانه آمریکا پیامک پیروزبایی هلبجارتن سرک وزیری مسعود بارزانی بلاف کرد پیامی تا تی گوتن ام پیروزبایی خوا رادگین کابینت نو یا حکمت هریم کردستانی آمریکا چرچوه برجواندین دوالی دا دیت هولا پیشخستن پیوندی خوا گل هریم کردستانی به کنفرانس روزنامه‌نگاری یا هفتیانه دا یا وزارت درباره روسی ماریا زاخارова گفت بیش وزارت درباره روسی سر دستکاربون مسرور بارزانی که سرک وزیر هریم کردستانی را گیاند پیکانین کابینت نو یا حکمت هریم کردستانی و دنگدان پارلمانت بوی ریخوش دکه بو پیشوا برن و گشکرنا پیوندین دوستانه زاخارова گفت جی امهیوی دکن پیوندین همو عالی و دوستانه نبر روسیه و کردستان و عراقی دا به دوام به هر وزیر درباره آلمانیا هایکو ماس کنسول نوی گیشتی بریتانیا الهبلری جیمز تورنتون سرک وزیر نوی هریم کردستانی مسعود بارزانی و کابینت نوی حکمت هریم کردستانی پیروز کرد
چفکانی کش بنگه لالش راگیاند کابینت نو یکمت هریمی دا ازدی 4 پستان بردگرن اوی راگیاند کابینت نو دا پستین ازدیان آلیکاری وزیر دبه هر با شخشم و پستا شیرتمند سرک وزیران بو کاروبارین ازدیان و محمد خلیل شیرتمند پارلمنت کردستان بو کاروبارین ازدیان بردگرن سر پستا چارانجی چفکانی زلال کرد که پستا چاری ریوبری گیشت یک کاروبارین ازدیان دا وزارت افقافی دا پشت جوین روز چهارشنبه یا پدیده او ینکل سلیمانی طیب جبار و پارزگری کرکوکی هات دیار کردند. کنفرانس که روزنامه‌نویس دا پیودار پدیده محمود محمد او ریبر پولیت بیرو ینکی حکم قادر را گیاندند. وان سر طیب جبار و پارزگری کرکوکی لف کردند. حکم قادر کنفرانس که روزنامه‌نویس دا را گیاند. پشتوانی کابینت نو یکمت هرم کردستانی دکن و هیویدارن همو علیجی پشتوانیش برنامه وی بکه. شالی خوب محمود محمد گفت پیکانین کابینت نو سرکفتن خلق کردستانی رایه سروک هرم کردستان نیچیروان برزانی و خواندن که فرمی جالی سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون ده تیرمه سردن پاریز ذکر اولکوشکا یلیسی نیچیروان برزانی گل سروک فرانسا ایمانوئل ماکرون جویا سروک هرم کردستانی راکیاند رول فرانسا گلک مزن الپشتوانی کردن هرم کردستانی و بو به یکی جی مسپاسیا سروک ماکرون کرد اوی گوت جی سروک فرانسا ماکرون گلک که خوش بو بکانین کابینت یا نه یا حکمت هرم کردستانی و هیویا سرکفتن بو کابینت خواست. سروک هرم کردستان نیچیروان برزانی پشتی هفدیدن الگل سرکومر فرانسه ایمانوئل ماکرون یا کشکا یلیسی دا کفشک و هفدیدن وان گلک سرکفتی در باز بویه او دیار کرد که وان ماکرون بو هرم کردستانی و خواندنه. سروک هرم کردستان نیچیروان برزانی همه ویروژی وزیر درباره فرانسه ژان لیویس لادریان رژی هفدیدن اکپیکانی بو او روشترا دنی سروک شهرداری پاریس آنا هیدالگو را جویا. فرانسه یکی مولات مزن یه جهانی بو پشتی دوربیچان سر هرم کردستانی جبر بیارین شانس دی جوتمه 2017 پشتوانی خوش هرم کردستانی را دربری او دخواست کرد پرزگری که نابرا هرم و بغداد دبوی که آشتیان بین چاره سر کردند. توپخانه‌های ایرانی چهارشنبه ده تیرمه چند گندن باشور کردستان ین سینوری نحیاسی دکانی توپباران کردند. در انجام توپباران ایرانی دا کچه که 18 سالی جان خوش دست دا او دو براین بی جبرین دار بون. گور آگاهیان خینجی که ولاتین سیویل بونه قربانی ضرور که مزن یا مادیجی گیشتی دوری و چند باغ و باغچین ولاتین باشور کردستانی شوتینه. نحیاسی دکانی سر قضای سورانی او 38 کیلومتر نوند و قضای دوره او 142 کیلومتر نوند باجاری هولیری دوره. توپخانه‌های رژیم ایرانی چند روز برهف دورین سینوری ین هرم کردستانی توپباران کردند. هات را گیاندن که ایرانی 11 تیرمه جی جدانی سبید و دست توپباران دورین سینوری ین نابرا هرم کردستانی او ایرانی یعنی رجلات کردستانی کریه که هیچ زیان بمبکرن زلال نبونه. پارتی دموکرات کردستان ایران داخیا کردن که هزین تروریستین پاسدارین ایرانی گفت و تنکن و وانش ترانسر دنیای خورنه و به سبب جی یریشان دکن. توپباران کردن سینوری باشور کردستان جالین هزین ایرانی و دمکی دای که سیشمی نه تیرمه فرمانداره که کردی سپاه پاسداران یه بناوی حاصل احمدی تاوی دو چکداریندن دیری شکل باجار پیرانشهر یه رجلات کردستانی هاتون کشتن و چکداره که دنجی بریندار بویه. حکمت هرم کردستانی ناراضی بودن خالدجی یریشکن سر سپاه پاسداران پیرانشهر و اروا توپباران کردن ایرانی سردورین سینوری نشاند کش بر وان بیارن کچکی جان خوش دست دابو. حکمت هرم کردستانی داکوشک هرم کردستانی اثبات کریه کل هرم ریزل هف سینوری او جنارتی دگره تجار ریندان ده و بتا آوای قبول نکه سینورین ویش بو یریش و تکبرن آسایش ولات انجینر و کار نبر پرسان اوارن کارانین. هر وقت حکمت هرم کردستانش کمرای اسلامی یا ایرانی داخواست که بمباران کردن هرم بده روستاندن و نه به صدم و ترس و دریا نشته جین دوری. هفته بوری انجمن آسایش هرم کردستانی گونه‌کار کردن چند میدیاین سرپیکی و نوخه یا هرم کردستانی یند بیشتر تکلیه دزگین اولین هرم کردستانی کشتن سروک کی پکی دا رد که اون دروین و پوچ بنافد که انجمن آسایش هرم کردستانی دخینی دا بلاف کرد چند روزین بهری دا میدیا نزدیک پکی دزگین اولین هرم کردستانی گونه‌کار دکن که دستی وند کشتن سروک کی وند هیه مخابن چند دزگین را گیاندن یه ناخوشی جبو سود
سود سیاسی گرنگی دادن وان گناهکارین ببینگه داخلی دا تیگوتن جمدن جمان آسای شهر مکردستان دا وان گناهکاریان رد کن شخنجی ویژ هفلا میدیو یه رش نکاره وان راستیان وشره که بونا پکیکی بوی آوایی نال هن ناچه نری مکردستانی سدمک سرکی یا شهر پکیکی او ترکی و بوانینا نه آرامید جری مکردستانی را اندامی کنسیاری و بریا کچک دیار خریب 5 می 2019 بوپیراسیون که بش یا ازمانی ارتش ترکیه و استخبارات ترکیه یا بسر عربی و تاوی ده والین خواهد بکشتن و 7 می افنو چش والی آژانس آنادولیا ترکیه و هات بو بلاف کرن میدیا نزدیکی پکیکی و کنسیل سرکوتی کچکی جیراکیاند که برپرس کشتن دیار خریب استخبارات ترکیه و افکار وین هریمینه دیار خریب هریم کنترل یکتیان اجتماعی کردستانی هاتیه کشتن سر کشتن گمان یا دیار خریب گلک ایدیا هاتن کرن که یک جوان ایدیان دخینین فرمی نهات یا پشتراس کرن میدیا نزدیکی پکیکی و در دورین آلیگریا پکیکی به کشتن دیار خریب برزانی و پدکی تاوان بار کرن چفکانین هریمی جهنک آگاهی درباره کشتن دیار خریب دا بلاف کربون که یک جوان ایدیان دا دهات گوتن که دیار خریب سلیمانی بکسکی را هودیتن دکه و دم آوگه را قندیل جیته شهید کرن الگوری تقمین وان چفکانیان تی گوتن کش پدکی به تلیای اینکه دوی کاری دایه و افدور بیار جیب تمامی بن کنترل اینکه دایه لما جی کو خریب هفتن کریه تا شوپک پدکی جنین امید ترکیجی شخابال کشانده بو سر افکاریا استخبارات نافخایی حتی که دخینی که فرمی نی داین دیو ایدیا بگرن و نزلالیال سر کشتن دیار خریب جی بدوام به الگور نویساره که فرمی پارلمنت ایراقی داخلش فرمانداری گیشتی یه هزین چکدارین ایراقی دکه چکدارین پککی سینورین شنگالی درخینن و آرامی بو خلق و ریبریا دوری وگرینن سروکی جوات قضا شنگالی جد بیجن خلق آوره این دوری جبو کارین چکدارین پککی نکارن وگرین سرمال و حالین خواه اندامه که کرد جید کمیته بروانی و ولایی دا پارلمنت ایراقی مجرا وی نویسار پشتراز دکه و تکیج دکه که دو چون سر نوارو که وی نویسار دکن دکو رفشا شنگالی آسایی ببه سروکی جوات قضای شنگالی جد بیجن حیا آرامی و آوره بو شنگالی وگرینن پیویست پککی شنگالی درکبه 11 می قامشتو تقین رو دا و زیدتری دک سانجی بریندار بونه تا خواستا باجاری قامشتو تقینه که پیز داری اتومبیل که بمبکری نزیکی دیره که کریستیانان چرگوشه اولکاری تقیا گور زانیاریان حتی نازیدتری دوالکتیان بریندار بون که برینا یکی جوان گرانه و بریندار بونه خشخاناین هاتنه وکواستن و زیانک مزین گیشتی آوائین در دوراجی تقینه حتی بری دنجام تقین و بمبه که الگودواری دیرزوری دا 7000 کارتن کشتن آژانس سان یا فرمی یکمت سوری بلاف کرد باشمایی که دایش الگوند دبلان یل رجداد دیرزوری تقیه و دنجامی دا 7000 کن جان خوش دست دان وی آژانس دا زانین زاروکین جان خوش دست دانه نابر 9 سالی و 13 سالی دانه و دمو دلیستن بمبه واند تقیه اجدمو کنترل کنن گندواری دیرزوریش چک دارین دایش حتی نها گلک جاران بمبه و میننش آلی چک دارین دایش و حتنا اویداند ولاتین سیویل داد تقن و دبنه قربانی روزا پیشمی 11 می نو باجور افرینی روزوای کردستان تقینک چی بو الگور زانیارین دسپکی تقین دو کسات دکشتن و هجمار که جبریندارن چفکانی که خاجیل روزوای کردستانی را گیاند تقین نوند باجور افرین نزدیک بازار شنکات چی بویه آژانس دهای یا ترکی جی ویدیوی که افرینی بلاف کریه که تو خیات به تقین که لک مزن بویه وزرار که مزن گیاند آوایی و دکان نو بازار افرینه برپسی تکلین تفدمی آلدار خلیل را گیاند که اینکه سید کاره اوفیس خال روزوای کردستانی وکه او بجداری تلبجدارتن دین ریوبریا خسر دا بکه آلدار خلیل گود افتکارش نهادا بین و خوش بول بجارتن آمده بکن و مش و چلاکیان ساز بکن برپسی تکلین تفدمی آمجه برول فرانسا دنیزی کرنا آلین سیاسی روزوای کردستانی دکر او دیار کرد فرانسا جیبیه که دخوازه که آلین دن یلن دروی ریوبریا خسر خادی رول بن آلدار خلیل گود افهل دادن دوزا گلی کرد سوری بیچاره سر کردن و اویک جیانیزمان که افتکارن آلی دن را جی کاره که بش بکن دا که ریوبریا خسر بی پارستن دادگاه مافی برو یا اروپایی درباره هفسروکی بریه تبی صلاح الدین دمیرتاش بریار خود او دیار کرد
که مافی آزادیا در برین هاتیه بمپکرن. دادگاه مافی مروون بریار خودت بیجه توانا ترور یالدجی صلاح الدین دمیرتاش به اثباته. دادگاه دیار کرد کد گوتن دمیرتاش دا شدت و تدکاری و قادنا بو سرالدانی تنیه. دادگاه بلند دانشین دوزید ترکیه محکومی کرد الگوری بریاری انقره و 2000 اورو تضمینات بانوی اوش بو لیچونین دادگاه جی 1000 اورو بده دمیرتاش. دادگاه مافی مروون سال بوریجی دمه مجداری دا ترکیه را گوته بو مافی دمیرتاش یه مروی تی پیپس کرن او دوی سربست به برداد. هجای بیرخستنه که صلاح الدین دمیرتاش مجدار 2016 و گرتیگه ادرنای بابایی که گرتیتی درزاندن. ارتش ترکیه هفته بوری کاروان کلشکری که جنوت عربین چکین گراند پیک هات بو شانت هریم آفرین او پارزگه ایدلیبی شفربانداری لشکری باجاری رهای کاروان چکین گراند کش 30 اتومبیل لشکری پیک داد جبو آفرین روجاوی کردستانی هات شانتن. هر وقت ارتش ترکی کاروان دنجی یا لشکری کش 6 اتومبیلان تانک و توپن و بوس پیک هات بو شانت پارزگه ایدلیب یا سوری. ارتش ترکی کش آدار 2018 و آفرین داگر کریه اولگور رکفتن کم کردن آلوزیان یا بروسیه را 12 خالین چفدریل پارزگاه ایدلیبی آوا کردنه. هر دمه که جهازن جدادش نوان هر دو هریمان. سکرتاری گیشتی یا پارتی دموکراتی کردستان ایرانی مصطفی حجری را گیاند که کمرا اسلامی یا ایرانیش دست پیک و دستلات خواهد حتی نه سر ترور کنن کساتیر کرد به دوامه. سدم و 30 سالی ترور کنن سکرتاری پدکی دکتر عبدالرحمن قاسملو و حوالنوی بروکسل و چند پاجار دنیان اروپای چلاکی بریوات شد. سکرتاری گیشتی یه پدکی مصطفی حجری بروکسل دمرسیم بیرانینا دکتر عبدالرحمن قاسملو و حوالنوی گوتارک پیشکش کرد و راکیاند که ایران سر ترور کنن کساتین کرد به دوامه. 30 سال سر ترور کنن سکرتاری گیشتی یه پدکی دکتر عبدالرحمن قاسملو را در باز بون که تیرمه 1987 دا پایتخت نمسا باجار وینای حکمت ایرانی را هات ترور کردن. قاسملو کمپلوی که دولت ایران پایتخت آستریا وینای دمو دانستاندن تکر شبوچ رسریا پرسا کرد رجلات کردستانی گل رایدرین ایرانیش علی هزین ایرانی و هات کشتن. دکتر عبدالرحمن قاسملو کیه؟ عبدالرحمن قاسملو خلق رجلات کردستانی بو و سال 1930 دا گند قاسملو یه گردای باجار اورمیل دایک بویه. قاسملو پشتی که قناقین دستپیکین ین خواندن رجلات کردستانی و ایرانی بداوی کرد بو بدوام کردن خواندن خو بری خدا اروپای و خواندن خو یا بلند دواری ابوریناسی دا پایتخت ولایت چک و اسلواکی و بری باجار پراغ و هروا پایتخت فرانسه باجار پاریس داوی کرد. دکتر قاسملو دم ماین خل اروپای پیوندی که پیس گل کساتین اکادمیک و سیاستوان ولایت اروپای را چکر و پشتی کش اروپا و گریو کردستانی و سکرتاری گیشتی یه پارتیا دموکرات کردستان ایرانی هاتل بجارتن پیوندین خواهیم سیاستوان اروپای دوزا کت رجلات کردستان تایبتی و پرچین دن گیشتی بر پیشوا بر. دم شورش گلن ایران سال 1979 دا که پارتین کردیین وکه پدکی و کاملا رجلات کردستانی پیس بون. قاسملو زیدتر وکه ریبره که کاریزماتیکی کرد درکت و دیکمین هل بجارتن پشت شورش گلن ایرانی وکه پارلمانتار هروا نونری کردان انجمن شرزاین ریبریا ایرانی دا هاتل بجارتن. قاسملو دمکه درش پشمرگین پدکی چاین کردستانی مایه و درباره رفش کردان دا پرتوک نویساندنه که نافترین پرتوکاوی به ناو کرد و کردستان وک جدرد زالینگی نافداری جهانی دا بو لیکولین کرنا سرگلی کرده بکارانین. دنگ و بحثین جیانه حتی بوری هات را گیاندن که بریتانیا و فرانسه دخواست آمریکا یا شاندن هزی بو سوری و رجوع کردستان اری کرنه و سر شاندن هزین بجایی ین زیدتر رازی بونه. روزنامه گاردین یا بریتانی را گیان کش بو داگرتن والایا وک شاندن هزین آمریکا سوری بریتانیا و فرانسه سر شاندن هزین بجایی بو سوری رازی بونه. روزنامه سرزاری برپرسین آمریکی را گیاند بریتانیا و فرانسه آمدن هجمار هزین خواهین تایبتی سوری برجه سدی ده حتی 15 زیده بکن. افجی برمانجا شهری دجی کومن رازای ین دایشه بکن. گاردین دیار کر آمده بونا پاریس و لندنش بو شاندن هزین زیده تر بو سوری اشکره کر بو تکس کر بو او یک سرکفته نکش تیما سروک آمریکا دونالد ترامپ را. آلمانی دروژبری دخواست آمریکا یا شاندن هزی رد کرده بو و پیودار حکومت استفن سیبرت بوده بو تفپیمانی نفتوایی دا یادش دایش دا آلمانی همو ارکن خواب جیانینه نوان ارکان دا شاندن هزین بجاهی نینه. ولات که دن که گره که هزی بشینه جی ایتالیا که او جی هین بریار خانه دایه.
ترکیه بانک آمریکایی دکه دوی آمریکا خالگاوین شاش دور بگره وزارت درباره ترکیه بدخینی که نویسکی برسی و گفین آمریکا یادجی ترکیه دا اورا گیاند دوی آمریکا رین دیپلماسی و دانستاندنی بگره و خالگاوین شاش این وکی زراری بده پیوندین ترکیه و آمریکایی دور بگره روز سه‌شنبه بردف که وزارت درباره آمریکایی گفته بو ترکیه مشکن اش 400 بکره دیواره جزا کردن جگری فرماندار ارتش پاراستان روسیه گنرال یوری مورافکین دازانین اولگل ترکیه آخوینه پشتیوان اس 400 را دست ترکیه کرد جوره که بش موشکن اس 500 داده بدن ترکیه موشکن اس 500 جبو پاراستان آسمانی خودی هزاهری باشه جگری فرماندار ارتش روسیه دیار کرد وان همو آمده کاری جبو برهمانین اس 500 کرنه کد ناف دمک نزیک دا دست آوا کرنه بکن موشکن اس 500 جوره که بود کنه پیش 7 موشکن دوراویش بگره او ببان دور بکه سرکومنی ترکیه اردوگان جی بری دمکی گوته بو اوی اس 500 جی روسیایی بکرن اب یک دمکی سی روش بری نه سرکومنی ترکیه رجب طیب اردوگان را گیانده بو ولاتیوی آمده کاری ورگرتن سیستم موشکی اس 400 روسیایی دکه بدارین هیجا و بو وشانا دنگو بس نفتیه که 64% کتستانی کردن دیاسپوره هرو نوچه نونه تاوی جاره که دن دی سال سروی اینا و نشان امی راستی هف بین آمده کارو رو ببرا برنامه دنگو بس نویا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو 2 مینوت نواخیر و خوشیه دا